خب رفقا، برای نوشتن میتواند که تو را سخت زمین گیر کند، برای نوشتن می به صورت کشیده، ببینید اولا حواسمون هست این می که میسازیم، این شکل نقطه‌ای که از حالت قلم الگو برداری کردیم، خود نقطه قلم به این شکل هست تقریبا. وقتی که تبدیل به می میشه، این سمت راستش پرتر میشه و میاد میخوابه میره برای ادامه کار و یه خروج خوابیده داره. خب این سمت راست پرتر میشه، باید اینجا توی نقطه شبیه سازیمون در خوشنویسی با خودکار باید سمت راستش رو چیکار کنیم؟ یه مقدار پرتر کنیم، بعد بچرخیم بیایم به سمت پایین. این نکته حواستون باشه که این سمت راسته به حد نیاز پر بشه فضاش. بعد که اینجا اومد، دقت بفرمایید که یک نقطه باید اینجا سفیدی داشته باشه تا اتصال به این کشیده، تا فاصله‌ای که این میم تا اون کشیده داره، حداقل این یه نقطه فاصله رو باید داشته باشه. حتی جلوتر میگن این فاصله رو. خب به این 1.5 واحد 2 واحد جلو که اومد، اینجا میچرخه، با ضخامت شروع میشه و کشیده معکوس اینجا شروع میشه. انتهاش 1.5 واحد آخر، بعد از اینکه این اجرای ما کامل شد، این 1.5 واحد آخر میبینید از اینجا یک کمی رو به پایین اومده، یه سطحی داره، بعد تمایل صعودی داره، اما این لحظه آخر دیگه افقی میشه. اینو باید حواسمون بهش باشه. این 1.5 واحد آخر یه مقدار نگاهش افقی و راست و مستقیم میشه و اینجا میبینیم که 1 واحد از کرسیش فاصله گرفته و بالاتر اومده. به این کشیده میگن کشیده یه تخت معکوس دیگه، درسته؟ یه جوری شبیه بی میمونه که مینویسیم، خیلی شباهت به اون بی داره. ضخامتش زیاده، انتهاش خیلی نازک نمیشه. اینجا یه صفری فاصله داره از کرسی در این چرخشی که میخواد این طرف سمت چپ اتفاق بیفته، اما بیشتر سطح و یه مقدار صعود که کرد، این انتهاش میاد تقریبا میخواد افقی بشه، یعنی انتهاش نباید به سمت بالا رها کنیم، باید سعی کنیم یه مقدار نگاه افقی رو بهش بدیم و خیلی هم نازک نشه.